عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. ان شاء الله این غم و دقت